چند سالی بود که آرزوی سفر به کربلا را داشتم. بالاخره خدا قسمت کرد و تونستم به زیارت مرقد مولام برم. آخرین بار در کوفه دیدم. به یاد داری؟ با هم به مسجد سهله رفتیم و نماز خواندیم. آری، یادش بخیر. بعد از آن دیگر توفیق زیارت عتبات را نداشتم. اونقدر مشتاق بودم که خودم بارها در رویا در حال زیارت مرقد مولام میدیدم. تو کاروان سالار مردم فارس بودی و همه ساله مردم آن دیار را به کربلا می بردی. چه شد که این چند سال توفیق از کف دادی؟ کهولت سن و بیماری به همراه مشکلات دیگر زمین گیرم کرد. درد کهنه‌ای در کمر پیدا کردم که طبیبان مرا از نشستن بر روی مرکب باز می داشتن. برای همین نتوانستم به زیارت عتبات بروم. از همان دیار خود رو به کربلا می نمودی و فارغ از پیرامون سلام می دادی و زیارتنامه می خواندی. چنین می کردم، اما تا به کربلا نروم و بار دیگر عطر تربت و حسین را استشمام نکنم دلم آرام نمی گیرد. درسته که حضور در کربلا شایسته ترین نوع زیارت مولای ما، اما این حضور برای همه کس و اهالی تمامی بلاد که ممکن نیست. برای همینه که میشه رو به کربلا نمود و سلام داد و عرض ارادت کرد و بر دشمنان آن حضرت لعنت فرستاد، یا در برپایی مجالس نوح سرایی و عزاداری اون حضرت همت گماش. این اعمال گاه به اندازه حضور در کربلا اهمیت دارد. این اعمال میتواند توجه عموم رو به سمت مظلومیت آل رسول الله جلب کنه. برگزاری این مجالس را سالهاست که بر خود فرض کردم. برای همین خانه و کاشانه خودمو در ایام محرم وقف مجالس عزای حسین کردم. اما زیارت از نزدیک و حضور بر آن مزار چیز دیگری است. بارها از خودت شنیدم که جعفر ابن محمد فرموده کسی که مزار ابی عبدالله را از نزدیک زیارت کنه این کسی که انگار خدا را در فوق عرش زیارت کرده. درسته. انشالله خدا به تو توفیق بده که بتونی همیشه زائر باشی. خدا حفظت کنه جابر. خیلی از دیدارت خوشحال شدم. چیزی تناول کن، فقط سخن گفتی. چه میکنی هم؟ بیهوده هستم. تو این بیابونی که ما دیدیم فکر نکنم جز ما راه دیگه ای باشه. نکنه انتظار داری اونا خودشونو به تو معرفی کنن ها؟ ما رو گرفتی هم؟ ما که میدونیم دنبال نخودسیا داریم میگردیم. واسه چی خودمونو خسته و کوفته کنیم؟ از کجا معلوم؟ شاید از همین نخودسیا به کاروانی بر بخوریم که خورجیناشون پر از سر سرخ باشه. ببینم نکنه از کار کردن با من خسته شدید. شراکت با من بهتره یا سر کردن تو آخر زبیر؟ ها؟ پس بگو چه خوب ما رو با خودت به این ور اون ور میکشی. به جای این حرف زدن برو یه کوفتی زهرمار بیار که بخوریم. برو. بجام دیگه. تا بوده و هست چنین بوده. امویان بدتر از عباسیان، عباسیان بدتر از همه. گاهی با شمشیر سر میبرن، گاهی با پنبه. علوی روی خوش ندیده و نخواهد هم دید. حال این قصه تا کی ادامه پیدا کند خدا میداند.
میخوای برایت مطلبی از مولایم جعفر ابن محمد نقل کنم تا کمی آگاهتر شوی؟ چرا که نه؟ من تشنه شنیدن مطلبی از امام خویشم. آخرین بار که در محضر ایشان بودم حدیثی فرمودند که هنوز از درکش در لذتم. ایشان فرمودند آن زمان که قائم قیام کند بر اساس عدالت حکومت خواهد کرد. بساط ستم برچیده خواهد شد و جاده ها در پرتو حکومتش امن و امان خواهند بود و هر حقی به صاحبش واگذار خواهد شد. قائم کیست؟ تا کنون اسمش را نشنیدم. مگر تو حدیث جابر ابن عبدالله انصاری آن صحابی بزرگ رسول الله را نشنیده ای؟ نه نشنیدم. برایت میگویم، گوش کن و هرگز از یاد مبر. سرپا گوشم جابر، سرپا گوشم. جابر ابن عبدالله انصاری از رسول خدا میپرسند ما خداوند و رسولش را شناختیم، اما این اولوالامر که خداوند فرموده کیانند؟ رسول الله میفرمایند اینان جانشینان من و بعد از من ائمه و پیشوایان مسلمانان خواهند بود. اولین آنان علی ابن ابی طالب است، بعد از او پسرانش حسن و حسین، بعد از آنها علی ابن الحسین و بعد از او محمد ابن علی که در تورات به باقر مشهور است. آری شنیده بودم که جابر انصاری در کهولت سن با امام باقر دیدار کرد و این نویدی بود که پیامبر سالها قبل به جابر داده بود. و بعد از امام باقر بیشک مولایمان جعفر ابن محمد است. آری، و پیامبر فرمود بعد از جعفر ابن محمد موسی ابن جعفر امامت خواهد کرد، بعد از او علی ابن موسی، پس از او محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی، و در آخر کسی که هم نام و هم کنیه من است. او حجت پروردگار برای عالمیان است، کسی که از نظر پیروانش برای مدتی غایب خواهد شد. چطور می شود که امام مسلمین از نظر پیروانش غایب باشد و همچنان امام باشد؟ این سوالی بود که جابر از رسول خدا پرسیدند. رسول الله فرمودند قسم به خدایی که مرا مبعوث به رسالت فرموده، شیعیان از نور وجود او منور خواهند شد و از ولایتش بهره مند، همچنان که آدمیان از خورشید بهره میگیرند حتی اگر پشت ابر پنهان باشد. عجب حدیثی است، واقعا آدمی را به فکر فرو میبرد. اینها همه از اسرار الهی و خزائن علم پروردگار است که رسول الله در اختیار جابر عبدالله انصاری گذاشت تا مسیر برای مسلمین روشن و آنان به آینده امیدوار باشند. ممنون جابر، ممنون. هرگز این حدیث را از خاطر نخواهم برد. سرورم، کاروان آماده حرکته، اجازه می‌فرمایید؟ بسیار خوب، ما هم آماده. حرکت می‌کنید. تا کربلا راه بسیاری در پیش خواهید داشت. حرکت می‌کنید. کلک نزن کرد. 3-2. چی رو کلک نزن؟ 2-2. همیشه کارات همینه، کلک میزنی. بیشین سر جا 2-2 هم نیستیم تازه. برو بابا، اصلا دیگه بازی نمی‌کنه. بگو باختم، بگو بلد نیستم. بگو بازی نمیتونم. برو بابا. بس دیگه خفه شید. خفه خون بگیرید. 2 دقیقه نمیتونی با هم کنار بیای؟ هر وقت داره میوازه کلک میزنه. کی کلک بزن؟ تو هم بهش کلک بزن. برو بابا کلک میزنی. کجا کلک زدی؟ بازی بلد نیستی تو. گفتم خفه شید. چه صدای خوشی میاد. میشنوید؟ چه گوشنواز عام. فکر کنم از شرق میاد. بذارش بیان که خوب دارن بیان. چرا نشستید؟ بجنبید. بکنم از این برمیاد. صدا از این طرفه. نه از این طرفه. همراه بیاید.
عجب لقمه چرب و نرمیه. فکر میکنین 3 نفری حریفشون شیم؟ چرا که نه؟ دست نگه دارید. باید زبیر رو خبر کنید. زبیر؟ زبیر برای چی؟ همون که گفتم. اون الان منتظر یه خبر خوش از طرف ماست. بگیر ببینم. حواست کجاست؟ بگیر. میخوای چیکار کنی؟ برید یه گوشه مخفی شید تا من برگردم. دورا دورا مراقب من باشید. برید دیگه. چی تو سرشه؟ نه ترس، اون باهوشتر از این حرف هست. دم به تله نمیده. بیا بریم پشت مراقبش باشیم. بیا بریم. بیا. چی میخوای؟ میخواستی کی باشم جوون؟ یه چوپون بدبختی که گوسفنداشو گم کرده و از صبح علی طلوع پیشون داره سگدو میزنه. این اطراف هیچ گوسفندی نیست. راه خودتو بکش و برو. من فرق بین گوسفند و با کاروان و اسب و شتر میدونم جوون. میخواستم ببینم از کدوم مسیر اومدین. شاید گوسفندای منم دیده باشی. نه ندیدیم. سوال دیگه ای نیست؟ خستگی و تشنگی امونمو بریده جوون. با که سخن میگویی فیروز؟ این غریبه کیست؟ چه میخواهد؟ چوپان نیست سرورم. سلام ارباب. سلام جانم. دنبال گوسفندای گم شدن میگردم ارباب. زبونم از تشنگی مثل چوب شده. نگاه، اگه یه خورده آب بهم بدید دعاتون میکنم. فیروز، به این مرد مسلمان قدری آب بده. گفتی چوپانی؟ بله. حواست کجاست جانم؟ پرسیدم چوپانی؟ بله ارباب، چند تاشونو گم کردم. از صبح همه تپه ها، ماهوره ها، دشت ها همه رو گشتم، ولی انگار آب شدن رفتن تو زمین ارباب. حالا همشون هیچ. این گوسفند لنه سکینه گم شده. اگه بدونید یه زبونی داره به این بزرگی، موهای سر من دونه دونه میکنه. آقا شما اونا رو ندیدی؟ نه، امیدوارم پیدایشان کنی. چه شده یحیی؟ چوپانی است که گوسفندانش رو گم کرده. دستت درد نکنه جوان. این اطراف ردی از حرکت گوسفندان نیست. گمان نمی‌کنم به تازگی رمه‌ای از اینجا گذشته باشد. منظورت این است که راه گم کرده؟ نه، فکر میکنم جای دیگری دنبال گوسفندانش باید بگردن. شنیدی چوپان؟ بله ارباب، حتما راه رو اشتباه اومدم. تقصیر این کوره سوزانه که مغز منو به جوش آورده ارباب. بله، خدا رو شکر با آدمای محترمی مثل شما برخوردم. گمونم از هند میایید آقا. بله؟ نه غریبه، از فارس میاییم و به سوی کربلا میرویم. خنک شده.
دستت درد نکنه جوون. نوش جانت. اگه اجازه بدید برم پی بدبختی. به سلامت. برم این گوسفند ننه سکینه رو پیدا کنم. چه بدبختی، چه گرفتاری، کجا بگردم من؟ برویم. چطور پیدا کنم گوسفندتو ننه سکینه؟ ایداد بیداد. ای وای والدم از خستگی. ای بخوای این شب بزنی ها؟ نکشیش. نه زنده به گورش میکنم. یا میگم امرم دیر کرد. نکنه بلای سرش اومده. اون جونوری که من میشناسم به این راحتی گیر نمیافته. اومدش. چه خبر ام؟ حیث بجو مثل تیر خودتو برسون به زبیر. بگو یه کاروان چاق چله با مال و اموال بسیار و چند تا نگهبان کژگله. دیگه بهتر از این نمیشه. اگه نگهبانش کمن بهتر نیست بدون شراکت زبیر ترتیبشون رو بدیم؟ عجب کله پوکی هستی. الان بهترین موقع است که شک زبیر رو از بین ببریم. ندیدی چطور پسر چموش خنجرش زیر گلوم گذاشته بود؟ ده بجم دیگه یالا عجله کن. برو زود برگردی. جمع کن اینا رو بابا. چقدر میشمونی؟ وای وای هی میگیره هی ول میکنه، هی میگیره هی ول میکنه. نکنه دمدل کردی زبیر؟ حالا کرده باشم. تو طبیبی که میخوای نسخه بپیچی؟ نه میگم ولی بهتر نیست جوشون دهی بخوری؟ لازم نکرده. سلام زبیر. چه خبره؟ حرکت کن که یک کاروان چاق و چله تو راه. از کجا میان؟ مثل این کفارس میان. تحتشون رو در آوردین چی دارن و کجا میرن؟ آره عازم کربلان. ان میگفت اموال با ارزشی دارن. نگهباناشون چی؟ زیادن؟ اونقدر نیستن که حریف ما باشن. خیلی خوب. یالا به جنبین. همتون حاضر شین. به جنب.
اونا راهزنند. پاش با پشت هم حلقه بزنید و مراقب باشید. چی شده؟ هی میگیره هی ول میکنه. چشمای کور شده‌تون رو باز کنید و خوب ببینید. تعدادمون زیاده و حریفیم. پس حماقت نکنید و اسلحه‌تون رو زمین بذارید. وگرنه مجبور بشید خونتون رو فدای مالتون بکنید. ای حرامی ناپاک، تو نبودی که الان سیرابت کردم؟ ای سگهار، قلاده پاره کردی؟ مثل که از جونت سیر شدی ها؟ سگهار ما با سکه هاتون سیراب میشیم، نه با آب. مگه ما مرده باشیم که شما به قصد شومتون برسید؟ امونشون ندید. دست گرد فیروز، از ما چه میخوایید؟ ما که تاجر نیستیم مال و تجاره داشته باشیم. مسافریم، سوی کربلا میرویم. ما یحتاج سفر داریم. چیزی عایدتان نمیشود. خود را خسته میکنیم. اینجا من تشخیص میدم چی به دردمون میخوره، نه تو. غارت کنید! غارت کنید! وقتشون کنید! مقاومت نکنید! شمشیراتون رو بندازید! چی از جون ما میخوایی؟ از خدا بیخبر. مثل اینکه تو هم یه چیزیت میشه ها؟ ما چیزی نداریم که بخوایم با بعدش بجنگیم. اگه چیز با ارزش داشتین جرأت جنگیدن هم داشتین. خب چرا که نه؟ همشو ببینم! همشو! را بیافت! همشون رو برم این وسایلشون هم خوب بگردین. باشو ببینم. ببینم. حالا شو را بیافت. را بیافت. اینجا بشین. بشین. طلب بیار قیس. طلب بیار. نه. ببن. سریع. یالا. ها. بجردید وسایلشون رو بجردید. ایش کن. بجردید. همه جا رو خوب بجردید. چیزی از قلم نیفته. یالا. قلبان پارچه‌های خوبی باید باشه. این پارچه ها مال کیه؟ گفتم این پارچه ها مال کیه؟ مال منه. پارچه تجارت میکنی و دنبال ثواب زیارت میگردی ها؟ اون زیارت به کمرت بزنه مردک. اینا مال کیه؟ مال منه، آوردم برای بافتن گلیم. آخه کدوم ظاهری تو سفر گلیم میبافه که دنبال خودت پشم را انداختی ها؟ سکه‌هاتو رو کن،
پشت میخوام چیکار؟ چیه؟ گمونم شیر بازه. عمر رو زیاد میکنه. بیا. اینا چیه؟ نمیدونم چیه. این خرت و پرتا مال کیه؟ اونا مال منه. لوازم طبابته، به درد شما نمیخوره. لوازم طبابت. مسخره است. پاشو ببینم چیه من. سکه هاتون کجاست؟ کدوم سکه؟ سکه های طلا. من که گفتم چیزی آیدتون نمیشه، ما زوار کربلاییم. بگردینشون، لباسای همشون رو بگردین، سکه ها رو پیدا کنین. زود باش. بگردین سکات کو سکات کو کجاست؟ گدایی اومدی بگه؟ ببینم ببینم. خوب بگردینشون، زیر شال تک تکشون رو بگردین. اونو بگرد. اون جلو. ها اون یکی. کنار. فقط همین؟ همین هست؟ اینا که خیلی کمه هم. بیشتر بگردین. چی شده زبیر؟ دلم دوباره گرفت. چی شده زبیر؟ دلته؟ به خاطر شیر بزه، با معدت سازگاری نداره. نکنه زهر حلال بود که خوردم. نه، این درد به خاطر شیر بزیه که الان نوشیدی. درمانش پیش منه. یاوه میگی؟ شیر بزا همه میخورن، هیچ کس هم هیچیش نمیشه. اما نه برای اونایی که دیشب کباب ناپخته خورده باشن. کباب نپخته؟ تو از کجا فهمیدی؟ از بوی بد دهنت وقتی نزدیکم بودی. مگه تو طبیبی؟ آری، او طبیب است، جابر ابن حیان. همون که مردم شهر انتظارشو میکشن؟ میتونم با خوروندن دارویی از درد خلاصت کنم. بعد چرا معطلی؟ یه کاری بکن طبیب. شرط داره. شرط؟ میتونی جانتو با خودت ببری؟ همه کاروان و اموالمون. یکی از جان دادنم بدترم. فقط میتونی خودت بری. پس در بند میمانیم. جمع کنین، همه ی اموالش رو جمع کنین، به ابرو اسب و شتر رو ببرین مخفیگاه. تا 3 روزم بهشون نه آب بدین نه غذا. بجام حرکت بدید. یالا هجابید. حرکتشو بدید. یالا آه. 「
مداوایش کن تا نجات یابیم. صبور باش یحیی. یه کاری بکن طبیب، مردم از درد. شرطم رو بپذیر تا از درد رهایت کنم. چی شد زبیر؟ چی شد؟ ها؟ به حرفش گوش نده، حتما کلکی تو کارشه. چه کلکی بدتر از این درد؟ اصراری به مداوایت ندارم. شرطتو میپذیرم. قبول. پس بگو دستامو باز کنم. دستاشو باز کن. معطل چی هستی؟ دستاشو باز کن. نه زبیر، حتما نقشه ای تو کارشونه. انقدر با من یکی به دو نکن. کاری که بهت میگم و بکن. برو دستاشو باز کنم. مردم از درد. نجام دیگه، چه کار میکنی؟ نمیبینی درد تو کشه؟ بیا اینو بخور تا زود آسوده شی. این چه کوفتیه میخوای بخوردش بدی؟ همون چیزیه که دردشو تسکین میده. بیشتر از این بگم دونستنش برای تو مقدور نیست. گوش کن جادوگر، اگه از درد خلاص نشه خودم سرتو گوش تا گوش میبرم. آسوده باش مرد تندخو. عصبانیت با مزاجت سازگار نیست. زبیر؟ زبیر؟ چی شد زبیر؟ این چه شده؟ گفتم قدری درنگ کن. دارو باید اثر بکنه. حالت بهتر شد. جون خودتو کاروانتو نجات دادی. برو. همشون برن؟ آره، دستاشونو باز کنی. نه زبیر، این جادوگر بره، ولی بقیه اونا که کاری نکردن. از میان کارهای ناشایست فقط شکستن عهد رو انجام ندادم. بذار همینطوری بمونم. پس چرا معطلی؟ پاشو برو تا پشیمون نشدم. برو. چه کاریه زبیر؟ شب و روز چشم این طرف اون طرف بدوزیم تا یه جنبنده‌ای از راه برسه، با هزار ترس و بدبختی به چنگش بیاریم، بعد راحت ولش کنیم بره؟ باش برو ردشو کن برن. نه زبیر، این رسم کار نیست. تو اگه میخوای راه رسم حاتم طایی رو پیش بگیری بفرما، مختاری. اما این بدبختای فلک زده‌ای که دور و بر من و تو جمع شدن و جونشون رو به خطر میندازن، هزار امید و آرزو دارن، زن و بچه دارن، هزار بدبختی دارن. نه، اگر میخوای اینطور عمل کنی راه من و تو از هم جداست. خلاص. آروم باشم. طوری حرف میزنی انگار نمیدونی من کیم. طوری حرف میزنی انگار نمیدونی تمام قبایل اطراف بصره از شنیدن اسم زبیر تنشون به لرزه در میاد. تو تمام این سالها کاروانی زخم نخورده از تیغ و طمع ما بوده؟ نه.
سالهاست توی نخلستون و بیابون سر هر کوره راه و آبراه و کوی و برزن کمی میکنیم، ولی چی آیدمون شده؟ جز زخمایی بر تن، جز چند سکه که کفاف عیش و نوش شبمون هم نمیده. چیزی تونستیم واسه خودمون جمع کنیم؟ ها؟ منظورت چیه؟ خیلی شلوغ میکنی امر، خیلی. ولی بیراه هم نمیگی. باید یه فکر اساسی بکنی. باشه، یه فکری میکنم که هرگز یادت نره. سرورم سلام سرورم. سلام شوقی، چه شده؟ جابر ابن حیان سرورم. وارد بصره شده؟ به گمانم وارد شهر شده باشد. اسبم را حاضر کن شوقی. آماده کردم سرورم. خانه را برای استقبال از میهمانی گرانمایه آماده کنید. جابر ابن حیان، گفته بودم شوقی قبل از ورودش به شهر آگاهم کنید. همکنون تعداد زیادی از مردم شهر به سمت دروازه شهر می‌روند.